بگوین که چی شد که شما در کوههای پامیر دچار مشکل شدین و این واقعیت چگونه رخ داد؟ اولین صعود ایرانیان بود. ما تصمیم گرفتیم هر سه دوست با هم بیاییم برای صعود این کارل مارکس به ارتفاع 6726 متر در بدخشان. یک شنبه هر سه با هم تصمیم گرفتیم برای شناسایی مسیر اقدام کنیم. ساعت 8:30 به راه افتادیم از 4600 متری و در ارتفاع 5000 متری ساعت 10 من از دوستان درخواست کردم که برگردیم به خاطر هوا آفتاب بودن و شل شدن برف ها. به همین خاطر دوست ما دور بود و آقای نیک بیان مرحوم که دچار سانحه شد حرف من رو قبول نکرد، گفت ما میریم بعداً صحبت میکنیم شب. ایشان رفتن با دوستمان، من برگشتم به کمپ 4600. تمام مسیری که صعود کرده بودیم روی برف مشخص بود. از همون مسیر ما در حال برگشت بودیم که هولوش ساعت 4:30-5 بود. من جلو بودم و احمد آقا پشت سر من مسیرم پوشیده برف بود، هیچ اثری از شکاف دیده نمیشد. یک لحظه زیر پای من خالی شد و یه ارتفاع شاید 8 تا 10 متری من سقوط کردم که بعد از این سقوط سرم شکست و بدنم کاملا کوفته شد. البته احمد آقا از بالا منو میدید، ازم پرسید چطوری، وضعیتت خوبه؟ گفتم آره، ظاهرا دست و پام نشکسته، میتونم رو پا باشم. گفت من میرم الان با همایون برمیگردیم موتور رو از این شکاف در میاریم. بعد از گذشت 1.5 تا 2 ساعت دیگه من دیدم خبری نشد، هوا آروم آروم داشت رو به تاریکی میرفت. یعنی آخرین باری که من به ساعت نگاه کردم ساعت 18:28 بود، یعنی 6:30. دیدم ممکنه حالا اون به نظرم اومد مشکلی ممکنه براش پیش اومده باشه و نتونسته بیاد به کمک من. یه حفره‌ای اونجا بود که یه نور خیلی کمی ازش می اومد به داخل، غیر از اون حفره‌ای که من افتاده بودم. یه ذره به فاصله 2-3 متر اونورتر لایه‌های برف نور ازش رد میشد. دیگه تصمیم گرفتم دلمو به دریا بزنم، یعنی یه ریسکی بکنم، یا دوباره میافتادم ته شکاف و اون مصدومیتم بیشتر میشد یا میومدم بیرون. به هر حال این ریسکو کردم و با لطف خدا تلاش زیاد تونستم از شکاف بیرون بیام. همین که از اون شکافی که خودم افتاده بودم جدا شدم، حدود 150 تا 200 متر، یه صحنه دیدم که اصلا تمام بدنم به لرزه افتاد. احمد با توماش اونجا بود و اون کلاه آفتابگیرش، یک شکافی به صورت طولی بود که توی عرضش با توماش گذاشته بود و کلاهش هم بیرون بود. فهمیدم که احمد اینجاست. وایستادم دیدم فقط صدای ناله میاد، آه آه. همین گفتم احمد اونجایی، چطوری؟ دیدم جواب نمیده، فقط صدای ناله میاد. گفتم من الان میرم با همایون برمیگردیم تو رو در میاریم. اومدم شاید 200 متر 300 متر از اون شکافی که احمد توش بود جدا شدم، مجددا توی شکاف برفی یخی دیگه افتادم. یه چیزی هولوهوش 10 تا 12 متر سقوط کردم، تا کمر خیس شدم، یعنی بدنم کلا تا کمر تو آب بود. به بالا سرم نگاه کردم دیدم خیلی فاصله است، ولی تنها شانسی که آوردم کرامپونایی که بسته بودم توی شکاف قبلی کمکم کرد و تونستم بدنم رو بین این 2 تا دیواره لاخ کنم و خورد خورد خودم رو بکشم بالا و تنها به این امید که بتونم زودتر بیرون بیام و به احمد کمک کنم. وقتی من اومدم بیرون هوا دیگه رو به تاریکی میرفت، یعنی شاید شده بود ساعت 8. بدنم خیس شده بود و شروع کرد به لرز. حالت 4 دست و پا خودم به کمپ رسوندم. از همایون صدا کردم، داد زدم همایون بیا. با چراغ پیشونی دیگه کاملا هوا تاریک شده بود، شب شده بود. اومد بیرون، منو دید 10-15 متری چادر به پایین اومد و زیر بغل منو گرفت برای کمک برد توی چادر. لباسای خیس منو در آورد، با 2 تا کیسه خواب منو پوشوند. به پرسید که چی شده و جریان براش گفتم. همایون بلافاصله با لوازم فنی و ابزاری که لازم بود و نوشیدنی گرم و وسایلی که لازم بود کوله پشتی رو آماده کرد و رفت برای کمک به احمد. منم توی چادر همین در حال لرزیدن و شرایطی که گفتم بودم که بگه بعد از حدود 2.5 ساعت 3 ساعت همایون برگشت، یعنی شده و ساعت 12 یا 1 شب.
ما دیگه اون موقع اصلا زمان رو نمیفهمیدیم، اینقدر شرایطمون بحرانی بود. دیگه اومد و گفتش که من شکاف رو پیدا کردم، چون من کوله پشتی و با باتوم کوهنوردیم اونجا نشانه گذاشته بودم. گفت من پیدا کردم ولی هیچ صدایی نمیاد از احمد، هیچ خبری نیست. دیگه اون شب ما گذروندیم. فردا باز ناامید نشدیم، بلند شدیم صبح دوتایی با هم رفتیم، باز با ابزار فنی، لوازم کامل و طناب و اون چیزایی که برای ایجاد کارگاه لازم بود رفتیم و باز دهانه شکاف رو بازدید کردیم، ولی متاسفانه نه دیگه صدایی از احمد میومد نه دیگه ما میتونستیم کاری بکنیم. این بود که تصمیم گرفتیم برگردیم همون روز به روستای نیشکارا. کمپی که شما اونجا یعنی خیمه زدید از روستا، یعنی چقدر دور بود؟ کمپ در ارتفاع 4600 متری بود. فاصلش از ده نیشگار یا نیشگار حدود 25 تا 27 کیلومتر بود که ما برگشتیم به روستای ده نیشگار، به روستایی که گفتیم راه بلد کارل مارکس به ما گفت که فردا این کار خواهیم کرد، یعنی کمک میدیم. سفارت با وزارت دفاع تماس گرفت و آقاخان 4 روم هم تماس گرفتن که برای هلیکوپتر بدن برامون و کمیته حالتهای فوق‌العاده امدادگرهاشون به ما کمک کنن. 3 روز طول کشید، ما 3 شب اونجا بودیم. روز در واقع بعد 4 کمیته حالتهای فوق‌العاده اومد ورانگ. شما امرای اون امدادگرا بعدا رفتید اون جای حادثه، جایی که احمد یعنی زیر یخ رفته بود؟ اون یه تیم 10 نفره بود که از اون تیم 3 یا 4 نفرشون از نظر تجهیزات و امکانات و آموزشایی که دیده بودن مناسب برای کار ما بودن. با اونا قرار گذاشتیم که صبح ساعت 5 دیگه حد اکثر تا 6 صبح دم خیمگاه و چادر ما باشن که بریم بالا برای اقدام به حال در آوردن احمد. توی رشته طناب 50 متری ما 5 نفر، آقای همایون جلو، منم عقبدار و اون 3 نفر از بچهای حالتهای فوق‌العاده به سرپرستی آقای اندلیب وارد اون طناب شدیم و با رعایت ایمنی و تجهیزات کامل رفتیم. به حال اون روزم شانس ما، حالا نمیدونم چطور بگم، آسمون هم داشت واقعا به حال ما گریه میکرد، یعنی برف میومد. اون روز تا قبل از اون هر روز هوا آفتاب بود، ولی اون روز اصلا از صبح هوا خراب بود. دقیقاً اون زمانی که ما نزدیک میشدیم به احمد، به اون شکافی که افتاده بود، هوا هی بدتر و بدتر میشد. محلو که پیدا کردیم خب خیلی خوشحال شدیم که حالا شاید بتونیم احمد رو در بیاریم. زیادی امیدی به زنده بودنش نداشتیم چون چند روز گذشته بود و خب اون شرایط داخل اون شکاف یخی شاید اونجا شبا به منفی 20 یا 30 درجه هم برسه. آقای همایون خودش با بستن طناب و رعایت همه مسائل ایمنی وارد شکاف شد. یه چیزی حدود 2 متر فرود رفت و به هر حال با کنکاش زیادی که کرد تونست احمد رو ببینه از طریق کوله‌ای که اونجا بود و احمد لای برفا، حالت لای اون دیوار یخی کاملا گیر افتاده بود، یعنی پرس اینطوری بهش میگن لاخ شده بود، اصطلاحاً گیر کرده بود. و حالا من میفهمم که اون صدای ناله‌ای که میکرد از چی بود. این تمام بدنش تو فشار بود، اون ریه‌هاش، گردنش، تمام اعضای بدنش توی فشاری که تو اون لای یخا گیر کرده بود داشت زجر میکشید. دیگه دیدیم راهی واسه بیرون آوردنش نیست، چون ممکنه هم به پیکرش صدمه بخوره، هم اون نفری که برای امداد میره به احمد و میخواد به طریق طناب بده بالا امکان داره خودش گیر بکنه اونجا و تعداد ما شاید برای این کار هنوز کم بود. بعد تیم باید تعداد بیشتری باشه، امکانات بیشتری باشه. سرپرست تیم حالتهای فوق‌العاده آقای اندلیب هم اومد نگاه کرد و موضوع رو تایید کرد و گفت که پیکر رو دیده و الان شرایط طوریه که نمیتونیم در بیاریم. هوا دیگه مقدار برف هم بیشتر شد، ساعت هولوش 3-4 شده بود دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمد رو به امانت توی اون شکافا بذاریم و برگردیم دیگه. حالا بتونیم در آینده
چه شرایطی پیش بیاد خدا میدونه. همین.